برادران و خواهران عزیز و گرامی، دوستان خوبم، همتون را به خاطر الله دوست دارم و خواهم داشت و شما جزو بهترین سرمایه های زندگی من هستید. توفیقاتتون مستدام و همیشه در پناه و حفظ الله باشید. یکی از این فرصت‌های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است. این موسم خیری که خداوند تبارک و تعالی در منتهای مهربانی و خیرخواهی به بندگانش عنایت فرمودند. در حقیقت این یک توجه خاص و ویژه است از جانب پروردگار عزیز و دوست داشتنی که این طور بندگانش را با چنین برنامه‌های نورانی و روحانی نوازش و آنها را با رمضان نورباران و رحمت باران می کند. رمضان فرصتی است برای تغییر و تبدیل، بله، تبدیل به احسن، و نه تنها برای کسب ثواب و حسنات و انجام عبادت‌هایی که غالباً به عادت نزدیکترند تا به عبادت. ماه مبارک رمضان ماهی است که فضیلت و بزرگی و برکتش بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست. ماهی که می توانیم به لطف پروردگار آن را بهانه‌ای برای یک شروع و آغاز خوب و حقیقی و واقعی در زندگیمان قرار دهیم. شروعی محکم و با صلابت همراه با پایداری و استقامت. برادران و خواهران عزیز و گرامی، دوستان خوبم، باید یک بار برای همیشه تصمیم درست و صحیح عمرمان را بگیریم و درنگ و تأخیر هم نکنیم، چون وقت خیلی تنگ و کم است و ملک الموت هم بالمرصاد کمین گرفته. اذا عزمت فتوکل علی الله، اگر تصمیم گرفتی و عزم و اراده کردی پس بر خدا توکل کن. باید اقدام جدی برای تغییر کرد، تغییر خود، خانواده و جامعه، اقدامی برای خلاص شدن از بند جهل و گمراهی و شرک و کفر و غفلت و بی‌مسئولیتی و بی‌بندوباری و فسادی که زندگی ما و فرزندان و دوستان و برادران و خواهران مسلمان ما را تهدید و هدف قرار داده و ما و جامعه را به تباهی و نابودی می‌کشاند. اللهم ان كنت كتبتنا عندك شقيا ومحروما فامح عنا واكتبنا عندك سعيدا ومحظوظا. پروردگارا، اگر تو ما را نزد خودت محروم و شقاوتمند نوشته اید، پروردگارا آن را پاک و محو بفرما و ما را نزد خودت سعادتمند خوشبخت بنویس، چون ما خواهان سعادت و خوشبختی هستیم و تصمیم خود را گرفتیم و عزم را جزم کردیم و برای سعادت خود و خانواده و جامعه تلاش خواهیم کرد. خدایا کمکمان کن. پروردگارا، تو از هر گونه ظلم و بی‌عدالتی پاک و منزهی. سبحانک یا رب. این تو نبودی که ما را شقاوتمند و محروم ساختی. این تو نبودی که ما را شقاوتمند و محروم خواستی، بلکه این خود ما بودیم که دچار غفلت شدیم و از جاده ثواب و راه سعادت و خوشبختی دور شدیم. پروردگارا، ما خواهان تغییر هستیم، پس رمضان را سرآغاز تحول و تغییر ما قرار بده. تغییری برای مبارزه و آزاد شدن از بند و اسارت شیاطین انس و جن، تغییری برای پیشرفت، تعالی، ترقی و عزت و سربلندی، تغییری برای رسیدن به رضای تو ای الله ذوالجلال و الاکرام و نیل به بهشتی که پهنای آن به اندازه آسمان ها و زمین است و فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت
ولا خطر علی قلب بشر. و در آن بهشت پهناور چیزهای الله تبارک و تعالی برای بندگانش آماده و مهیا ساخته که هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ گوشی آن را نشنیده و نه بر قلب بشری هم خطور کرده. سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. پروردگارا، ما را از دروازه بهشت که نامش ریان و مخصوص روزداران است به فردوس اعلی داخل بگردان. این ماه عجیبی است. همه به نوعی خوشحالند، قلبهای تشنه و عاشق بیقرار می شوند و به تپش می افتند و نوعی احساس خاصی و عجیبی پیدا می کنند، چون رمضان ماه نوید بخش آرامش و رحمت و مغفرت الهی است و همه به آرامش و رحمت و مغفرت الهی نیازمند. ولی افسوس و صد افسوس که قدرش را نمیدانیم. رمضان‌های زیادی را سپری کردیم و تغییر آنچنانی در ایمان، اخلاق، عبادت، تقوا و انگیزه ها و اهدافمان ایجاد نشده است. واقعا این نکته قابل تأمل است. قبل از رمضان همش دعا می کنیم خدایا ما را به رمضان برسان و رمضان را به ما برسان و ما را از آن بی نصیب مگردان و به ما توفیق عنایت فرما تا بتوانیم از فضائل و برکات آن بهره‌مند شویم. اما وقتی فرا می رسد، وقتی که باید آستین و ساعد جد را بالا بزنیم و کمر همت را ببندیم، سست می شویم و در جا می زنیم و همه چیز را فراموش می کنیم و ماه مبارک رمضان برای ما مثل سایر ماه‌های سال عادی و یک نواخت و بیروح می شود. پناه بر خدا. پروردگارا، ای فرمان روای دلها، ای کسی که دلهای بندگان بین دو انگشتان اوست و یقلبها کیف شاء، به داد دلهای من برس. دلهای من خشکیده شده. باران رحمتی را از ایمان و انگیزه و امید و حرکت و تلاش و مجاهدت و شور و شوق و رغبت بر دلهای من ببار و دلهای من را زنده کن و به حرکت در بیاور. ای مقلب القلوب والابصار، ای چرخاننده دلها و نگاهها، ای الله ذوالجلال والاکرام. پروردگارا، ما را به رمضان برسان و رمضان را برای ما حفظ بگردان و استقامت و پایداری را عنایت بفرما. بدون شک رمضان ماه عزیز و بزرگی است، پس ماهی به این عظمت و بزرگی حق این را دارد که ما عظمتش را درک و احترامش را نگه داریم. حق این را دارد که او را گرامی بداریم و اکرام کنیم، روزهایش را روزه بگیریم و در حالی که روزه هستیم با جدیت تمام به فعالیت‌های مباح و مجازی که خداوند اجازه داده بپردازیم. اما غافل از عبادت و بندگی خدا با شرکت در نمازهای جماعت و حلقه‌های قرآنی و علمی و همچنین صله ارحام و رسیدگی و خدمت به خلق خدا نباشیم و تلاش کنیم چشم، گوش، زبان، قلب، فکر و سایر اعضا و جوارح خود را از گناهان و منکرات و معاصی و نافرمانی خدا دور بداریم و شبهایش را هم با شرکت در نمازهای جماعت و نمازهای سنت مثل تراویح، وتر، قیام و تلاوت قرآن، ذکر، دعا و مناجات و تفکر و تدبر در آفاق و انفس خودمان را تقویت و اوقاتمان را پربار بسازیم و تا میتوانیم توشه بگیریم و بهترین توشه تقواست خداوند تبارک و تعالی میفرمایند و تزودوا فان خیر الزاد التقوی، و توشه بگیرید پس بهترین توشه تقواست. رمضان حق این را دارد
که اخلاق و رفتار و سلوکمان را تغییر دهیم. رمضان ماه پربرکتی است، پس شایسته و زیبنده انسان مؤمن است که این فرصت را مغتنم شمرده و زندگی خود و خانواده و جامعه را با برکت سازد و نباید با غفلت و گناه و عصیان و نافرمانی خدا اعتبار و آبروی خود و خانواده و جامعه را تباه و نابود بسازد. ثانیه ها، دقیقه ها، بلکه ساعت ها مثل باد می گذرند و دیگر هرگز بر نخواهند گشت و زمان هم برای ما و به خاطر ما توقف نمی کند. در حقیقت این عمر ماست که سپری می شود و هر روز که می گذرد ما را به اجلمان نزدیکتر و نزدیکتر می کند. پس تا زمان هست فرصت هست، اما زمان تنها هم کافی نیست. باید در کنار زمان سلامت و عافیت هم باشد تا زمان کارساز شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی می‌فرمایند: نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، الصحة و الفراغ. دو نعمت هست که خیلی از مردم از این دو نعمت خسران و زیان می‌بینند: سلامتی و فراغت. در اینجا این سوال مطرح است که از سلامتی و فراغت خود چه استفاده‌ای می‌بریم؟ این دو نعمت لازم و ملزوم همدیگرند. اگر سلامتی نباشد زمان به چه دردی می‌خورد؟ و اگر زمان هم نباشد سلامتی چه معنایی دارد؟ پس امروز که هر دو را داریم قدر شناس باشیم قبل از این که هر دو را از دست بدهیم. شاعر عرب میگوید: الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. ای کاش یه روزی جوانی برمیگشت تا بهش خبر میدادم که پیری با من چه کرده. اگر کسی دارا و توانمند باشد و در اوج دارایی و توانمندی محروم و ندار باشد، این چیست؟ آیا این خاتمه به خیری است؟ به خدا قسم نه، این سوء خاتمه هست. والعیاذ بالله. عمر ما و شما خیلی کوتاه است. عمر ما و شما خیلی کوتاه است. پس بیایید با غفلت و معصیت آن را کوتاه‌تر نکنیم. پروردگار توفیق بهترین استقبال و بهترین و نیکوترین اعمال را در ماه مبارک رمضان عطا بفرما. پروردگار ما را در ماه مبارک رمضان از جمله بیدار شدگان و هوشیار شدگان و آگاه شدگان و قبول شدگان و مغفرت شدگان و رحم شدگان و نجات یافتگان و سعادتمندان و رستگاران بگردان. پروردگارا رمضان را توشه‌ای نه برای یک سال ما بلکه برای یک عمر قرار بده. پروردگارا ما را از رمضان راضی و خوشنود و رمضان را از ما راضی بگردان. پروردگارا توفیقات و برکات شب قدر را نصیب من بفرما. پروردگارا در ریانی که در بهشت مخصوص روزداران است و به فردوس اعلی باز می شود بر روی ما بگشای و ما را از این در به جنت الخلد خودت داخل بگردان و دیدار خودت را عنایت بفرما. پروردگار از رمضان را ماه بازگشت بندگانت به سوی خودت و ماه نصر و پیروزی بزرگ امت محمد صلی الله علیه و سلم قرار بده. پروردگار رمضان را سالهای متوالی و زمانهای متعدد به سوی ما بر بگردان. پروردگار ما به خاطر ماه مبارک رمضان از تو تشکر و قدردانی و سپاسگزاری می کنیم و از تو به خاطر همه گناهان و تقصیراتمون عذرخواهی می کنیم. پروردگارا ما از همه عزیزانی که در طول زندگی ما را یاری کردند یا خدماتی چه مادی چه معنوی برای ما اراده دادند، پدر، مادر، معلم، شاگرد، همسر، فرزند، دوست، رفیق، خواهر، برادر، همه تشکر و قدردانی می‌کنیم و برای همه آنها دعا می‌کنیم و می‌گوییم
خدایا همه را مورد رحمت و مغفرت قرار بده و حسن الخاتمه نصیبشان بفرما. و جا دارد همینجا در آغاز این ماه عظیم و مبارک از همه عزیزانی بدون وقفه و بدون هیچ چشم داشتی فقط به خاطر خدا و نودوستی در این روزهای سخت تهاجم ویروس کرونا به برادران و خواهران هم نوع خودشان در سراسر جهان خدمات انسان دوستانه و خداپسندانه دادن تشکر و قدردانی می کنم و با فرارسیدن این ماه عظیم خداوند به همه شما عزیزان عافیت، سلامت، امنیت، آرامش و رحمت و مغفرت عنایت بفرماید و همه را از فضایل و برکات این ماه مبارک بهره‌مند بگرداند. و در خاتمه اگر در طول دوران آشنایی و بعضا همزیستی با هم از بنده که من عضو کوچکی از شما هستم خطایی یا تقصیری یا کوتاهی سرزده که قطعا سرزده و مایه رنجش خاطر مبارک شما برادران و خواهران خوبم شده، جدا از همه شما عذرخواهی میکنم و حلالیت میطلبم و برای همه رمضان و روزهای خوبی سرشار از سلامت و عافیت، ایمان و امنیت، معرفت و هدایت، علم و عمل و صفا و صمیمیت و رستگاری و پیروزی و سعادت و خوشبختی از خداوند منان مسئلت دارم. رمضان مبارک. ارادتمند و دوستدار همیشگی شما برادر کوچکتون محمد صالح پردل و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.